سلام دوستان، خوش آمدید به یه ویدیو دیگه از کانال ریلی گیم پلی. امروز اومدیم با ساخت آموزش و ساخت استوریج سیستم. وسایل مورد نیاز و یه دونه‌شو گذاشتم، یه دونه استوریج سیستم رو گذاشتم، میتونین ببینید و بریم سراغ ویدیو. اول یه دونه یا 4 تا که میشه دو تا پایین، 2 تا چست پایین، 2 تا بالا میشه یه دونش. بعد میایم اینجا به این طرف هاپر رو به طرف چست میذاریم 2 تاشو. وقتی هاپر رو گذاشتیم این پشتش بلاک میذاریم، اینجا صاف کنم، اینجا صاف شه. پشتش یه بلاک میذاریم اینجا و اینجا رو ردستون تورچ میذاریم. اینجا رو درست کنم حالا وقتی ما این یه بلاک گذاشتیم میایم اینجا بالاش بپوشونیم به این طرف فلش داره یه دونه دیسپنس کامپراتور، اسمش چیه میذاریم. حالا ما اینا رو اینجا درست میکنیم و روی اینم میپوشونیم. حالا ما یه دونه از اینا میشه اینجوری از اینا اینجا میذاریم و یه دونه هاپر به این وصل میکنیم. اگه نشون بده بله، هاپر دقیقا به این وصله. حالا وقتی هاپر وصل شد ما میریم از بالا به پایین میکشیم، بالا به پایین ردستون میکشیم. حالا برای گذاشتن وصله که میخوایید باید یه کاری کنید. اول با انویل اسممو تغییر بدید، اسمو بلاک ندید، باید اسم گرسی چیز تغییر بدید که کار کنه وگرنه کار نمیکنه. حالا برای گذاشتن این توی و درست کردن استوریج سیستم باید توی یه دونه از این هاپرها چند تا بلاک بذاریم. باید به اون هاپر قرار بدیم که به این دیسپنسر یا این چیز یا کامپراتور اسمشو نمیدونم وصله به این. باید دقیقا بیایم اینجا و بزنیم روی هاپر. حالا ما اون بلاکی که اسمشو عوض کردیم کدومه؟ نه اینو اسمشو عوض کردیم. 3 تا نه 4 تا اینا از این بلاک میذاریم اینجا. خب وقتی 4 تا بلاک گذاشتیم 41 بلاک دقیقاً 41 بلاک میذاریم اینجا. وقتی 41 بلاک گذاشتیم حالا باید یک کاری کنیم. میایم اینجا روش یه بلاک میذاریم روی این هاپرمون، میایم و اینجا چست میذاریم. چستمون گذاشتیم یه هاپر وصل میکنیم از اینجا به اینجا. حالا میایم بالاتر، میایم بالا و یه چست هم میذاریم روی این چست. گذاشتیم هر آیتمی که بود و میخوایم استوریج شه میاد این تو یا پایینش این تو که معلومه اینجا آمده. امیدوارم این ویدیو خوشتون آمده باشه. لایک کامنت دنبال یادتون نره. اگه میخواین بزرگترش بسازین باید این وسایل 2 برابر یا 3 برابر کنید یا هر چند برابر که میخواین درست کنید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.